نودیک شما گفتن که ما میبیایم شما را کمک میکنیم مزن معیود گروه یک چی مادر تنهایی چند تا سنگو میکنم و یک مادر یک شخص این من باید بیام؟ الو سلام علیکم و علیکم السلام فروخ جان شما هست؟ هو ما هستم کی میپرسد اپا؟ چرا خوبیم تنجیم؟ و الحمدلله شکرونه خداوند خدا را خوب باشه پروردگار خدا خوب باشه فروخ جان من همون زنه که معیوبم کدوم معیوب اپا؟ معیوب خوابگاه گفته بودم تونکو آیدی رساندن کمک برای کمک رساندن گفته بودیم کمک میکنیم اپا این 91 شما گفتن که ما میبیایم شما را کمک میکنیم مزن معیوب گروه یک چی مادر تنهایی گفتن میبیایم کمک میرسونیم حتما همین خیلی گفته بودم اپا گفتن نوار برداری میکنم یوتیوب ده میپرتم چی ده میپرتم گفتن اکو فون موی قپلی زیاد هم ندارد اپا ولی که میبیام ازت ما اکو وابسته با امکانیت خودم خیر میکنم اپا جون من چی دادجانی پس میدونید خرید کن شاید نیست که 1000 2000 3000 خرید کنه یا که 500 600 800 خرید کنه چیزی که ایدیلش بروره اکو اینجا این خلکی اپا جون رستیگه بینه من در دستم 50 سومون پول دارم اگر که خواهید همین چیز به احتیاج جدی داشته باشه همین چیز من شما به میرسونم من احتیاج دارم ما یک سومون برای ما پول داداری جون نه که وای چی میگن همین خیلی دست شما که به دست خود میکرد این من بسیار ندارم شما بعد شما سری وایده که نوار برداری میکنه یوتیوب ده میپرده ما همه چی کار کنیم در یوتیوب میرود اپا جون در یوتیوب میرد بعد میشه که کارتا مرا نوار برداری کارتا گرفتگی هم نه سرمایه یک شخص سرپرست همون نتونه کارتا در وقتین مونن 100% میتونیم اپا جون اکو این مردم خودشون چی کار میکنن با کارتاتون هموندیم رقمتون هم میمونیم در کارتاتو خودشون انشاءالله یاردم میکنه مالی بچم شما از کجایین اپا در کجایین؟ در طرف 91 دایم عیشه 91 دروب 3 در خوابگاه داریم بچه دویله اون کس نیسته؟ چلی؟ اینه مثلا پسر دارین دختر دارین پسر دارین پسرم گیپاتیت B داره به مورد گیپاتیت ختم میدونه ورم کردن جگرش ورم هست بعد یک دختری دیگه داریم دخترم ای شوهرش برآمدگی ای ندیرچه هم هست خوزی ما اپا نوشه همین پیش کوخی برباد میبیویم ها پیش کوخی برباد اینه پیش پشت برقی توجیک ها 91 همونجا اوخی ها رحمت به قدر گوه اپا جون خوزی من پشت برقی توجیک میبیم شما زنگ میزنم میشود مالی بچم میدونه شنیدن کاید باید مانند یک بار بین حالت زندگی من حالت سلامتی من ای پیش شناس میشیدن بسیار خوبتر میشید بچم این تلفنی دپی بیت کرای وقتی حجت هست وقتی ای پیش میده تا من دیگره بچم مالی اپا جون من اونقدر مبلغ زیاد ندارم لیکن انشالله همین 50 سومونی موقت یک روزه نیم روزه زندگی میکنیم ما شما میلیون یا 500 یا 1000 تومان چند که ای دل دوری اگر همو هم که بچم اگر ای فرزنده خود زیتی باشه ای خود زیتی باشه من میگیرم اگر زیتی نباشه بچم اپای عزیز شما که احتیاج داشته باشید انشالله بخیر ای نفهمیدم اگر شما همین چی به احتیاج داشته باشه انشالله بخیر است یگان جای گپش نیست احتیاج دارم بچه من نوپولی ندارم با وقتی روزش کوی من حوز انشالله به سه من میبیم شما پی نزد شما ببیم نوپولی نداشته باشید میبیم میبیم نه بچه جان انا همین رقم با شما من زنگ زنید من اومدم شما با همین رقم قطعی دوگ میتیم یو زنگ میزنم مالی اپا جان حوز برقی پیش برقی توجیک میبیم شما زنگ میزنم مالی بچه جان گیریم خب دوستان عزیز
طول چند روز شد که یک نمره من تکرار به تکرار زنگ میزند مبلغ پرسان می شود که یاردم کن. من یگان فون ندارم. یگان کس به منم یاردم نمیکنه که یک کس دیگر را یاردم کنم. لیکن وابسته به امکانیتی که دارم الحمدلله خداوند یک بیت خیلی هست همین خیلی میگه دانی که چرا خدا تو را داده دیده است من مطمئنم در او یگان کاری هست. یک دست اگر تو کاری خود بود سازی با دست دیگر از دیگران گیریده است. همین خیلی ممکن من خطا کنم ممکن همین منطقتی است. زنگ زده است تکرار به تکرار طول چند روز شد لیکن نمیدونم رقم من از کجا گرفته چه خیلی گرفته است. همین روز زیاده از 27 مرتبه در من زنگ زدگی است اینا برداشتم و مجبور شدم که بردارم. خب حال میریم میبینیم که کی هست چی هست. خب پیشکی من او تکرار کردم که مادر عزیز من اونقدر مبلغ زیادم ندارم لیکن اگر که ضروری باید باشد همون وابسته همون 50 سومونی که دارم به همون ورده خیرش میکنم با که ندارد ما یک کسی که دادیم خداوند ما را میته انشاءالله این رمضان مبارک میشود. خب در شاهدی شما من مبلغ زیاد ندارم که زیاد مونم لیکن 50 سومون دارم همین 50 سومون هم میمونم و میروم به همون جای مادر عزیزی که گفت در شب رمضانی نومپلی ندارم به همون جا میروم. 50 سوم زیاد میبود البته را زیاد میدارم لیکن باور کنید نیست وقتی که نیست همه چی بیفایده است. خب به همون جا میرویم. شماره زدم آفا بگذارم سلام علیکم. خوب کردگی یا پتنجی روزای رمضانی دا خیلی مزه نیست مزه نیست همین حاصل 2008 اینجوری خیر خیرات خدام او بودی مکان دا فکر لبنان مبارک بودی مو شریف رمضان الله اکبر. هم در پوشیده بعد بیورستم هم در پوشا پجو هم در پوشا پا می باشه بخشیش هم داره. خوب اپا کنی نختون چی کرایی کی گفت که ما خیر میکردیم ما اکنون یکون فوند نداریم اپا راستی گپ کسی همین وابسته به امکانیت ما انشاءالله کم مردم به دستگیری میکنیم اگر زور مو برسه زور مو نرسه در کنی همون کس باید هم خفنم نشود. یکون وقتی خفگی هم وجود ندارد. خوب کن نفکن جی چند فرزند داری چی کاره یا لیکن پیشکی بگم با چیزای ما در یوتیوب میرود. بعض آدم فکر میکنن که مثلا ما خود نشونتی میکنیم یکون خود نشونتی نیست برای ما کسی چی خیلی قبول میکند رود قبول کند. من از سال 2008 اینجوری معیوب گروهی یکم با بیماری اخینکوکی پای چپ حاضی اصاب قطعی بزرگ میگردم باز یک 3 روز 4 روز شده که پوچوم درد میکنم کلاسکر معیوبی قطعی هم ارو بچه معیوبی هم دارم. این ارو بچه خودت نه؟ ارو بچه خود نه. حالت زندگیم از بین شوهر ندارم 2 سال شد شوهر نمردگی شد. خیلی شکرانه حکومت دولت یاردم میکنن نه با کلین فروردن یک 6 ماشین یتیم خونه چراغ هدایت کلین کردن. خیلی چراغ هدایت کلین کردی؟ یتیم خیلی هسته یتیم خونه های گفتی حکومت یاردم میکنه؟ حکومت دولت یاردم میکنه. خیلی امروز باید شکرگزاری همه حکومت دولت باشیم که مثلا دستی هر کسی ما رو میگیرن.
شکرانه جنوبی ولیش. چند فرزند داری اپا؟ 3 فرزند. 3 فرزند دارم. هر دی بچه‌ام گیپاتیت دارن. خونشون گیپاتیت B دارن. جگرشون کسالای. کاری وزبین کردن نمیتونن. همین میرون یگون جور یگون استرویکا یگون مردی کرده میره کار میکنه در سرد کار میکنه جگرش در میکنه خوی میشه خون میپرتویه حالت خیلی مفیده. خودو چند قشر کسالی اپا؟ خودو مسئول 2008 اینجوری 17 مارت 2008 اینجوری. گفتی دخترشه دارم هستم اپا؟ یک دخترک دارم. دخترم یک فرزند دارم. همین اپا رقموی من ای که جو گرفتین شما؟ رقم شما را شخصا خیر خو همین یک زنک آورد یک کانتر چی میگین کمک رسونده کانتر کمک آورد حالت زندگی مدید حالت سلامتی مدید گفتن خیر شخصا خیر خو یک چند نامی دادن رسیدن بعد من همین وای کردم شما را زنگ زدم. یعنی که کدوم شما را داد رقم زنگ زدید نه؟ چند مرتبه زنگ زدید اپا؟ این میگن دودارم میگه که بسیاری بعد زنگ زدگی هستی یک چند مرتبه زنگ زدگی هستی من کار قطعی بودم این 100% اپا هیچی گم نیست یگون گم نیست اپا جوی یگون گم نیست جوی یگون گم نیست رقموی تلفون چندن اپا 904 39 69 47 904 39 69 47 دوستان عزیز اکنون این مادر عزیز من خونه اش اومدیم خیلی رنگ بین و حال پرس اینجا خوابگاه общежит میگن نامگذاری میکنن همینجا زندگانی میکنه اقامت میکنه خونه اش اومدیم همین رقمی که تکرار کردیم ما رقم همین مادر عزیز است در دست نه من است در دست نه یگون دودری من است همین رقم قطعی خودتون زنگ زنید مستقلانه اگر یگون چی گفتنی باشه یگون چی کمک کردنی باشید مرحمت با همین رقم زنگ زده خوب همین اپاقتی گفت زده این یک کورتی الف 5058 2702 82 28 92 54 کورتی الف هم داشته سوز ما صورت کورت هم میگذرونیم در همچی از صورت گرفته صورت کورت هم میگذرونیم خوب کسی هستن انشاءالله با رنگ ما برادرای هستن که بی واسطه یاردم میکنن خوب میشود با مادر عزیز یعنی که برای بلند برداشتن سطح زندگانی خودش خیلی خوب میشود اینجا پولی خوابگاه هم میسپرین شما پولی خوابگاه به سببی که معیوبم مادر تنهایم راستی گپ نسپریدم تا حال نسپریدم ای سال 2008 اینجوری اینا خوابگاه های کجا نپا 2001 اینجوری اینجا زندگی میکنم خوابگاهی سابق تاجیکی دراگرگت بود همو حاضر کمیته انبار گرفتگی دولتی هست دولتی چون توز مثلا شما پولی برق هم میسپره؟ پولی برق میسپرم پولی آب میسپرم پولی پرتو میسپرم پولی پرتو و امین رئیس ژئو میگن چی میگن همون و خودش میسپره به خاطر که من معیوبم نفقه اینو چیز میگیرم به همون خاطر خودش میسپره او چگازو خاطر راه میگردی اپا در همین داخل خونه در داخل خونه ارو بچه قطعی راه میگردم بیرون برو مگر چگاز قطعی یگان راهی دور راه مگر چگاز قطعی میرم بسیاری وقت اگر خیلی حالتم وزبینی بد باشه اگر بچه هم مرا بیرون میبره با همین چگاز قطعی ارو بچه مناسبتی فرزند همراه خودت سوزه وخی صد بشکر میخواد خب افای عزیز یعنی که روزی هستی که ما همین نواری که همراه خودت گرفته هستیم در شبکه یوتیوب یا ما شبکه اجتماعی میپرتیم مقصد ما رسوندنه که باز دیگرها چون ما را دیده دست یک کسی دیگر رو گیرن همین چیز با روزی هستی خو البته روزی هستم برای که من یگان ساخته کاری نکردم حجتام هست یگان کاری چی نکردم حجتات هم اینجا هست در برتا اپا خب اگه این کم باشد که من باور میکنم لیکن دیگرهای هستن که وفات شوهر من اینه بیماری که 2 سال پیش بیماری سیل گرفتم یوسف نام داشت بگابیف بچبیف بچبیف 2 سال پیش بیماری سیل ایسر گذروندم یعنی خط وفات هست انا این حجته که 2 سال پیش بیماری سیل مادر عزیز مرزوی و نومش مو چی هست اپا؟ نزوره یا نیزوره ها گذروندگی است این حجتی او هست
خب نام نصب هست مؤسسه دولتی مرکزی شهر حمایه اهالی و بیماری سیل. اینش معیوبی من رستیگاه وای من چی میگن همون اصلیش رستیگاه گم کردگیم یا اون سختکاری نیست همش بجتوش. در اینجا قید گردیدگی هست که با محتاج یاری دیگران محتاج است. در حقیقت همین خیلی درج کردگی هستن. درسته اپا؟ بعد اینه کاغذی که باید پاسپورت بگیرم به سبب این نداشتن مبلغ پاسپورت توجیکی نداشتم و شناسنامه توجیکی ندارم. باید میره برم بگیرم رستیگاه مبلغ ندارم. امروز بیا پگاه بیا میگن اون معامله خوب نکردن دیگه نرفتم. نداشتم مبلغی که پاسپورت نگرفتن تو حاضر نگرفتم. خوب تمام. این کورتی الیفی مدار هسته چی میگن؟ کورت الیف. خوب گفت زنه پا چی گفتنی هستی؟ همون کاغذایی که بچم گپاتیتوشه نمیدونم در کجا مونده موزیکم. 100% مدار عزیز ما اینجا اکسپرتیزه نآمدیم خودت اکسپرتیزه کنیم. گوش کن مدار عزیز برای همه غریبان چی گفتنی؟ برای مردم بیرون از وطن چی گفتی؟ برای نفرهایی که خیر میکنن چی گفتنی خودت؟ برای غریبانی که بیرون از شهر هستن خداوند نگهبانشون باشه. خدا جان سرشون احسان کنه. خداوند همه وقت مددگارشون باشه. در شهر غریبی عذاب میکشن خداوند راحت عذابای کشیدگیشون بینن. خدا پروردگار سفر نیک برای کارشون بده. خداوند نگهبانشون باشه. خدا پروردگار برای شخصای خیرخواهی که کسی که من معیوب دستش میگیره خداوند همه وقت دستگیر و مددگارش باشه. خدا جان برکت در درسشون بریزونه. خدا جان روزای گرفتگی نمازکای گرفتگیشون خدا به درگاهش قبول گردونه. خداوند پروردگار هفت پشتشون رحمت کنه. خدا جان هر یک شخصی که در این روزی مثل همین خیلی روزی چیزی که دست یک معیوب دست یک کمبغل دست یک یتیم و نیم یتیم میگیره خدا همه وقت نگهبانش باشه. زنده باشه اپا. خب من راستی گفت چندین بار دادارم گفت که مثلا همین نمبر زنگ زدن بعد من خودم راستی گفت امروز شما با تماس قطعی اومدم. خب امکان من شما با گفتم که مثلا اونقدر زیادم ندارم لیکن برای یک روزه زندگی شما ان شاء الله کافی بودم میتواند. رمضان اپای عزیز برای شما مبارک باشد. پیش از همه این صدقه است برای شما. خدا جان چی مراد مقصد دار پروردگار با مراد مقصدتون برسین. خدا پروردگار دستی مرا که میگیره خدا همه وقت دستگیر و مددگار. خدا کشایش کارتون اتیا. خداوند که پروردگار درمو تو خور نزنه که یک دست نگری یک محتاجی بسیار کاری مشکل است. تو پروردگار هیچ وقت دشمن منشون نده. خدا حقشتون گریه نکن. ما اینجا به خاطر گریه کردن خدا نآمدیم. من گمان میکنم همین اشکای تو اشکای شودی هست که رنگ مو یک دودر دیگه پیدا کردی. همین خیلی است نه پا البته را اشکو. البته نه که همین کسی که همین مثلا مرا میبینه مرا به دودی من میرسه باور کنه یگون خودکاری یگون سختکاری نیست. چند قصد سنگو میکفن به یک مادر یک شخص یک کس محتاج میشه یک کس دست یاری کمک در مثل محتاج میکنه که یک از دستش بگیره و یک از یاریش کنه دیگه اگه گفتنی نداره. خب دوستان عزیز پس از ویدیو من کارت صورت میگذارم و رقم تلفنی مادر را تکرار کردیم باز مینویسم میمونم. خودتون بواسطه من قطعی نه من شما با کار ندارم. خودتون بواسطه همین مادر قطعی این رقم کارتش میگذارم همین قطعی اگر خواهین ان شاء الله شما همه کار کردن میتوانین. دستی مادر را گیرین. خداوند دست شما را البته را میگیره. خداوند نگهبانت باشه مادر عزیز. خداوند نگهبانت باشه. نه 100% با پیش شما ما با وظیفه داریم که با پیش شما را ببینیم. نمیشه فاجعه تو. نه یا فاجعه او چی نمیتونم نشون. دوستان عزیز اینا کارت در دست خودی مادر میسته. میتوانید خودتون بواسطه همین مادر قطعی تماس بگیرید. صورت میفرستم. اول کو انا ما خوشو بگی.
نه ویدیو نه صورت درسته. بس ویدیو بس